سلام، خسته نباشید داداشای گل. خوبین؟ داداشا یه دونه سشوار صنعتی تو پلاستیک برامون آوردن. خب بعد المنتش سوخته بود، بعد طرف اومده بود کل سیمای خود رو بردم کنده بود، یه 7-8 تا سیم بود، اونا رو دونه دونه جا زدم، بعد المنتش هم تعویض کردم، جدیده رو جا زدم. بعد ولی یه چیزی، بعضی دوستان وقتی یکی یه چیزی رو باز میکنه تحویل نمیگیرن. به نظرتون ما تحویل بگیریم کمکش کنیم درستش کنیم بهتره، یا بهش بگیم شرمنده چون بازش کردیم ما بازش نمی کنیم تعمیرش هم نمی کنیم ببرش؟ حالا شما بودین جای من کدوم انتخاب میکردین؟ این که تعمیر نکنیم یا تعمیر بکنیم؟ دورتون بگردم. حالا سوالی چیزی هم در مورد سشوار را داشتیم بهم بگین. بعد یه چیز دیگه، سشوارا وقتی موقعی که گرمه از دستتون نیفته یا محکم زمینش نزنین چون خراب میشه. دورتون بگردم. فعلا